آل دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه، گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه ای. گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟ گفت یا برق است یا باد است یا افسانه ای. گفتمش اینها که میبینی چرا دل بسته اند؟ گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه ای. گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو. گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه ای. آره عزیزان گرانقدر، اگر انسان به دنیایی که پسمانده دهان گذشتگان است و از او هم باید بماند تا با آیندگان برسد، خودش را دلخوش و سرگرم نماید، کار جاهلانه است. اگر دنیا هدف انسان باشه عزیزان گرانقدر، در این صورت اسباب لهو و لعب میشه و آدم را به خود وابسته و از آخرت غافل میکنه که این توجه به دنیا مورد مذمت واقع شده. علما چنین وابستگی به دنیا را مورد مذمت قرار دادن. اگر انسان وابسته به دنیا شد، دیگر به توحید و فضایل توحیدی راه نمیبره و به همین دلیل که دنیا بزرگترین مانع شگوفایی فطرت انسان میشه. ببینین عزیزان گرانقدر، الله سبحانه و تعالی انبیا و رسولان را فرستاد تا پرده دنیاگرایی را از جلوی چشم جامعه کنار بزنه و فطرت انسان را بیدار نگه داره تا غافل از یاد الله نشوند. قرآن کریم به انسانهای با ایمان هشدار میده که مبادا اموال دنیایی موجب غفلت شما از ذکر الله شود. بسیاری از انسانها هستند که تا پایان عمر به جمع‌آوری مال مشغول میشن و سرانجام برای دیگران وا میگذارن مالشان، خودشان میرن زیر خاک هستند و حساب کتابشان در زیر خاک باید بتن. این افراد فردای قیامت حسرت میخورن که چرا خودمان استفاده نکردیم، به طوری که آرزوی برگشت دوباره به دنیا را دارن. کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. این گونه الله سبحانه و تعالی کردار زشت جاهلانه آنها را مایه حسرت و پشیمانیشان قرار میدهد. برای عزیزان گرانقدر، آل دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه، گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه. گفتمش این که میبینی چرا دل بسته اند؟ چرا اینقدر مردم به این دنیا دل بسته کردن که نمازهایشان قضا هست؟ بلا و لهب چسبیده هند، به دنیا چسبیده هند، به شهوات بطن چسبیده هند، به شهوات چشم، به شهوات نفس، به شهوات دنیا چسبیده هند. گفتمش اینها که میبینی چرا دل بسته اند؟ گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه. اینها یا خواب هستند یا مست هستند یا دیوانه هستند. پس شما اگر در خواب هستید عزیز من بیدار شوید، اگر مست هستید بیایید حالتتان را درست کنید، اگر دیوانه هستید از این دیوانگی خارج شوید. عزیز من، دنیا شما را خواب داده، بطنهای شما را مست کرده، شهوتها شما را دیوانه ساخته. گفت یا خوابن یا مستن یا دیوانه. گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو. فکر کن عزیز من که پس از مردن تو چی حال خواهد داشتی؟ گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه ای. همالت زیبا بود، خوب بود، زندگیت را هدر نداده بودی، طبعا که در باغ و در بستان و در جنت هستی. یا نار است یا در آتش هستی یا ویرانه ای. الله سبحانه و تعالی هدایتمان بکند. آمین یا رب العالمین.